کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر امثالها الی 700 ضعف. برای یک حسنه خدای تعالی از 10 تا 700 ثواب عنایت میکنه. این ماه شریف رمضان ماه خاص است و در این ماه خدای تعالی انما 700 ثواب میده. اگر به شرطی که در عوض هر حرف خدای تعالی برای ما و شما 700 ثواب عنایت کند، پس با یک ختم قرآنی که در ماه شریف رمضان انجام دادیم صاحب 238 میلیون و 518 هزار ثواب میشین. الله اکبر. یه بچه خدا که بتد نمیگه بچه کی بخه بگه. اگر این ختم گریزون میدونستم به خدا قسم، اگر این مسجد گریزون میدونستن که اینقدر نعمت پروردگار در این ختم قرآن نهفته است، هرگز این محفل را ترک نمیکردن. اما چیزی که رفت دیگه خلاص شد. مسکینان خاک بر جا ماندن، سابقون از سابقون در راندن، خاک پناه ماندن، این سابقون از سابقون در اسبای بادپای انشاءالله در راندن. فردا روز قیامت روزدارای ماه شریف رمضان رحمت پروردگار انتظار است. قرآن عظیم شأنی که به شب‌های رمضان ختمش کردیم پیش پروردگار التجا میکنه: یا ربی انی منعته النوم باللیل فشفعنی فیه. پروردگار من همین بنده ای را به شب‌های رمضان از خواب باز داشتم، پس شفاعت مرا در حقش قبول کن. بعدم میگه رمضان میگفت در حدیث اگر چه که برعکس اومده است، اول رمضان اومده است به قرآن، لیکن مجلسی ختمی که قرآن است از قرآن شروع کرده. یا ربی انی منعته طعام و شهوات بالنهار فشفعنی فیه. پروردگار من به روزها از خوردن و آشامیدن از شهوت ها این بنده را منع کردم. شهبچه از خوف آن که مبادا میل رغبت کنه و دست به کاری نامشروع بزنه، ایزنی از بری عروسی نازنینش دور دور میگشت. خدای شفاعتی مرا در حقش بپذیر. فیشفعان و شفاعتشو پذیرفته می شود. شفاعت اینا را خدای تعالی میپذیره. الله اکبر. و رمضان بزرگ میگفته است پیش خدا: اللهم توجه بتاج الکرامه. پروردگار در سر این بنده تاج کرامت بگذار. روزدارای ماه شریف رمضان در صحرای محشر از دیگر مردم فرق میکنند، در سر تاج کرامت دارند. جنت 8 در دارد. در پردیش ریان نمود، پردیف خود انمو در ریان باز میشید است، ندا میشود این صائمون شهر رمضان. روزدارای ماه شریف رمضان کجا هستید؟ بیایید، شما مهمانای خاصه پروردگار هستید. خدای بزرگ شما را انتظار است. آخه میدرویم نعمت خدای تعالی در جنت برای شما مهیا کرده است که نه چشم دیده است، نه گوش شنیده است، نه حتی در گوشه خاطری کسی خطور کرده است. در مست مقدیت آخه میبینن اون قدر نعمت را خوش ایسرشو میپرد. میگه است ندای ملکوتی میشود: تريدون شیئا ازیدکم. میخواهی با یکون چیز دیگر هم براتون زیاده کنیم. حضرت خداوندی میگه در جواب میگن: الم تبیض وجوهنا الم تدخلنا الجنه و تنجینا من النار. پروردگار مگر سفید رو ما نکردی؟ مگر از آتش جهنم نجات مو ندادی؟ مگر داخل جنت مو نکردی؟ اوخی از این دیگه نعمتی بیشتر، از این نعمتی بالاتر چی است؟ حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما و شما بشارت میدهد: فیکشف الحجاب فما اعطوا شیئا احب الیهم من النظر الی ربهم عز وجل. همین وقت میگه حجاب از پیش چشماشو گرفته میشود، غرق تماشای جمال به مثال پروردگار میشوند. جمال پروردگار اینقدر نعمتی بزرگ است که دیگر تمام نوش نعمتی جنت فراموش میکنند. انشالله روزدارای ماه شریف رمضان در جنت همین نعمت ها منتظر است.